بعد از دیدارش این کلمات رو داره، میگوید که پس از دیدار با رهبر انقلاب میگوید با عنایات به مطالعاتی که من درباره مسیح داشتم در ملاقات با رهبر انقلاب تمام ویژگی‌های نوشته شده برای مسیح را در آیت الله خامنه‌ای دیدم و برایم متجلی شد. درست. ببینید این سخن بلندی است. این رو کسی میگوید که معنای جایگاه سیاسی خودش را و جایگاه سیاسی رهبری نظام رو درک میکند. بله. میفهمد که این چه پیامی برای دنیا داره. بله. اما اونچنان در برابر شخصیت الهی، معنوی، اخلاقی و سیاسی رهبر معظم انقلاب خود را کوچک می‌بیند و این گونه از او با عظمت یاد می‌کند. پوتین این جمله رو میگوید او حکیم دانشمندی است که تصمیم گیری و تنظیم سیاست ایران با اوست و با وجود درایت و هوش سرشار ایشان هیچ خطری متوجه ایران نمی شود. ببینید شخصیت سیاسی دوم جهان این گونه در برابر رهبری اظهار تواضع میکنه و این گونه واقعیت هایی که یافته یا گوشه از اون رو بیان میکنه. بعد میگوید که من در ملاقات با ایشان معنای واقعی قانون اساسی جمهوری اسلامی و مفهوم ولایت فقیه و ولایت علمای دینی را که شنیده بودم فهمیدم. خیلی این جمعه بلنده. یعنی ولایت فقیه یک مفهوم بود، این مفهوم رو من در وجود این مصداق، این شخصیت یافتم. اگر اسلام میگوید باید رهبری جامعه در دست فقهای عادل حکیم مدیر مدبر باشد، برای چه مقصدی است؟ درست. آقای کوفی عنان بعد از ملاقات با رهبری این جملات رو میگوید اولا من با این که اهل غنا هستم درباره کشور خود به اندازه ایشان اطلاع ندارم. جناب آقای کوفی عنان میگه اطلاعات ایشون از اطلاعات من بیشتر. بعد ادامه میگوید که ایرانی ها و بعد از ایرانی ها میگه مسلمان ها. ببینید خیلی جمله زیباست. یعنی آقای کوفی عنان میداند که امروز رهبری نظام جمهوری اسلامی رهبری دنیای اسلام است. در هر کشوری بره این سخن رو نمیگوید باید مسلمانان به این رئیس جمهور این کشور افتخار کنند، اما در ملاقات با رهبری میگوید که ایرانی ها و مسلمان ها باید افتخار کنند و باید بگویم آقای کوفی عنان که این درک رو داری، ملت لبنان هم همین درک رو دارند، ملل مسلمان جهان هم همین درک رو دارند و همین افتخار رو میکنن و این رو نشان میدهند. افتخار کنن که چنین رهبری دارن، یعنی رهبر ایران رهبر دنیای اسلام است. این سخن آقای کوفی عنان به عنوان دبیر کل سازمان ملل، نه محمد حسن ابوترابی به عنوان نایب رئیس مجلس. بعد میگوید که من با شخصیت‌های مختلفی از جمله شیراک، هلموت کوه دیدار داشتم که به شدت هنوز کسی را مثل ایشان ندیدم. اصلا قابل مقایسه با ایشان. شخصیت معنوی ایشان یعنی رهبری نظام چنان مرا تحت تأثیر قرار داد که نزد خود فکر کردم چرا شخصیتی مثل من باید دبیر کل سازمان ملل باشد. پس از دیدار شخصیت هایی که مرا جذب کرده بودند، پس از این دیدار شخصیت هایی که مرا جذب کرده بودند همه را به فراموشی سپردم. همیشه معتقد بودم شخصیت های معنوی و عرفانی از مسائل سیاسی اطلاعاتی ندارند
ولی در دیدار اخیرم ایشان را در اوج قداست از نظر معنویت، شخصیت سیاسی دیدم. آنچه از سیاسیون بزرگ در ذهنم بود همه را پاک کردم. امروز آقای نخست وزیر عراق آقای مالکی با رهبر معظم انقلاب ملاقات داشت. بله. آقای مالکی در این ملاقات یه جمله ای رو گفت روابط کشور عراق با جمهوری اسلامی ایران یک روابط استراتژیک است. این در ادبیات سیاسی معنا داره. بله. این جمله رو با هیچ کشوری نمیگه. بله. این جایگاه نظام جمهوری اسلامی. امروز وحدت مسلمانان در عراق، یک پارچگی صفوف آنان در عراق، رسیدن آنان به یک دولت مقتدر با حضور آقای مالکی قطعاً باز میگرده به جایگاه نظام جمهوری اسلامی و جایگاه رهبری. بنده مجال نیست و شاید هم مناسب نباشه که حتی گوشه هایی از این رو تبیین بکنم تا ملت عزیز ما بدانند که رهبری در دنیای اسلام چه نقشی رو ایفا میکنن. شما این کشتی انقلاب اسلامی رو در این جریان فتنه کدام قدرت بصیری بود که در سایه عنایت و رحمت الهی این گونه پیش